ما از دل ایران داریم صحبت میکنیم. بچه‌ها با دست خالی دارن میجنگن. خیلی از جوونا رو گرفتن که اگه ما بخوایم ساکت بشیم، اگه دوباره بخواد بشه 401 402 98، همه بچه‌ها رو میکشن بالا. بچه‌هایی که وسط خیابونن هیچ کدومشون اهل جنگ و اینا نیستن، همشون اومدن حقشون رو میخوان. این وسط باید نیروی پارتیزانی باشه باهاشون، کنارشون باشه، بهشون یاد بده از خودشون دفاع کنن، نیرو دفاعی باشه. ببین بچه‌ها هیچ کدوم نه اسلحه دارن نه هیچی، تنها چیزی که داشته باشن فقط یه پرچمه، یه شعاره، یه صداشونه، یه مشتشونه. بچه‌ها به کمک نیاز دارن. بچه‌ها دونه دونه پرپر میشن. خیلی‌ها رو بردن که بعداً صداش در میاد. یعنی اینترنت وصل بشه از نیزار 98 اوضاعش خرابتره. تهران اصلا ناجوره، یه سری شهرها ویرونه شده، اصلا هیچ کس اطلاع نداره، نمیدونه چجوریه. هیچ خانواده‌ای نیست که درگیر نباشه، هیچ خانواده‌ای نیست که توی خانواده‌شون تو فامیلاشون کشته نداشته باشن. بچه‌ها به نیرو نیاز دارن، پارتیزان باشه، تو هر محله یه پارتیزان باشه، به بچه‌ها یاد بده، تنهاشون نذاره، کمکشون کنه در مقابل این سگای جمهوری اسلامی، بتونن از خودشون دفاع کنن. وگرنه خود مردم همه جوره وایسادن، همه که بخوام بکشنش زیر خاک وایسادن، ولی نیروی دفاعی بلد نیستن، از خودشون نمیتونن دفاع کنن، در مقابل تفنگ و تیر نمیتونن دفاع کنن. مردم به کمک نیاز دارن. الان این چیز داری میکنی تو محل تو همونجایی که هستی، لباس شخصی زیاده، اصلا معمول زیاده، پر. ببین انقدر زیادن حد نداره، ولی بازم مردم هستن، خیلی زیادن. ببین ترسیدن جلو نمیتونن بیان، ولی مردم در چیزی ندارن که بلد نیستش که بخواد طرف از خودش دفاع کنه، از چاقو بخواد استفاده کنه، از چیزی استفاده کنه. تنها که بشه تک که بشه میگیرن میبرن.